بنا به معلومات فوری جمعیت هلال احمر تاجیکستان که روز 23 مارس سال 2023 در صحیفه‌اش در فیسبوک ژورنالیست نظرعلی پیرنظرов نشر کرد در نتیجه زمین لرزه‌های شب و صبح 23 مارس ساکنان ناحیه کوهستان مشچو در شمال جمهوری خسارات جدی دیدند. از جمله بر اساس این معلومات هلال احمر در دهه پلدارک جماعت لنگر تقریبا 300 خانه ویران شده در حالت صدموی قرار دارند. ساکنان پلدارک شب را در بیرون از جمله در ماشینا روز کردند. در پلدارک حدود 50 سر چاروا نابود شده است. در دهه دشت میانه 14 خانه خسارات جدی دیده حدود 50 سر گاو و گوسفند، بز و اسب مردم هلاک شدند. در دهه پکشیف 58 خانه ویران شده 22 سر گاو و گوسفند و اسبان ساکنان نابود شدند. همچنین بنا به اطلاع هلال احمر در شهرک یرم 30 خانه، در شهرک دیم نوره 120 خانه، در شهرک روغ 200 خانه بر اثر زمین لرزه ویران شده در حالت صدموی قرار گرفتند. خاطررسان میکنیم که این هنوز ارزیابی های مقدماتی جمعیت هلال احمر تاجیکستان است. مقامات رسمی درباره حجم خسارات هنوز یگان معلومات ندادند. شب و صبح 23 مارس سال 2023 تاجیکستان را دو زمین لرزه شدید تکان داد. زمین لرزه اول شب 23 مارس ساعت 0:07 دقیقه به وقت تاجیکستان به عمل آمد. زلزله نگاران تاجیک میگویند مرکز جنبش قشر زمین در 132 کیلومتری شمال و شرق شهر دوشنبه و در 50 کیلومتری شمال و غرب رشت، در 96 کیلومتری شهر خوجند در دهه پلدارک جماعت دیهات لنگر نوع کوهستان مشچو جایگیر شده. زمین در عمق 11 کیلومتر لرزیده است. به گفته این منابع قوه زمین لرزه در مرکز آن 5-6 بال، منطقه رشت 4-5 بال و شهر دوشنبه 3-4 بال را تشکیل نمود. مرکزهای بین المللی زلزله نگاری شدت این زمین لرزه را 5.9 بال برآورد کردند. صبح 23 مارس ساعت 0:53 دقیقه به وقت محلی باز یک زمین لرزه به عمل آمد که قوه آن 4.8 بال را تشکیل داد. مرکز جنبش قشر زمین این دفعه نیز در 6 کیلومتری دهه پلدارک نوع کوهستان مشچو جایگیر شده بود.